خیلی هم معتقدن، میگن سرنوشت من خوب نبوده که ثروتمند بشم، خوشبخت زندگی کنم، بانشات باشم. فکر میکنن یه چیزی براشون نوشته شده، یه سرنوشتی هست که نوشته که آقا تو نباید پولدار بشی، تو نباید خوشبخت زندگی بکنی. بچه ها، سرنوشت یعنی سرنوشت. چی تو سرت مینویسی که بهت داده بشه؟ ساده بگم، خیلی ها تو زندگیشون منتظر اتفاقهای بدن. واقعا همینطوره. یعنی شما اگه دور و برتون رو نگاه بکنید متوجه میشید طرف برنامه ریزی شده، میگه من میدونم اتفاق بده واسه میفته، من مطمئنم نمیشه، حالا بریم جلو، این که نمیخواد بشه. ولی خیلی اینجوری فکر نمیکنن که میتونن سرنوشتشون رو تغییر بدن. 10% از این مردم این کشور، مردم این جهان فقط سرنوشتشون رو خوب مینویسن. میگه بنویس تا اتفاق بیفتد. خلق میکنی هر چی که تو سرنوشتت باشه، تو سرت باشه، تو خلق میکنی، تو به دست میاری. خیلی راحت. سرنوشتتو عوض کن. 10% از مردم جهان منتظر اتفاقای خوبن. میگن من میدونستم این اتفاق میفته، من منتظرش بودم، من میدونستم این خونه رو میخرم، این ماشین رو میخرم، این پول رو به دست میارم، چون داشتم انتظارش رو میکشتم و میدونستم اتفاق میفته. هر چی رو که بهش فکر بکنی بهش فرمون میدی. سرنوشت چیزی جز سرتو نیست، جز مغز، ذهن و فکرتو نیست. هر چی که فکر بکنی میتونی سرنوشتت بکنی و میتونی به وجودش بیاری. این خیلی راحته.